وقت شما بخیر. هفته گذشته چارلی کرک وحشیانه در مقابل چشم همه من جمله دختر خودش کشته شد و دنیای تاریک با ارزش‌های فاسدش باز نشون داد که تاب هیچ نوری رو نداره و این داستانی هستش که دائم داره اتفاق میفته. وقتی خبر کشته شدن چارلی کرک رو شنیدم بی اختیار یاد این سخن استاد افتادم که گفت من نور جهان هستم. او تنها امیدی هستش که تاریکی رو میشکنه. اما در همون حال رو به شاگردانش کرد و گفت شما نور جهان هستید. شهری که بر کوه بنا بشه پنهان نمیمونه. این حرف یعنی تو و من عزیز من تو این دنیای تاریک خونده شده ایم که بدرخشیم. نه اینکه فقط نور رو ببینیم بلکه خودمون نور باشیم. نور شجاعت ایستادنه. نور یعنی جرأت گفتن حقیقت، اون هم در زمانی که همه سکوت میکنند. برادر ما چارلی کرک اینو خیلی خوب فهمید. او باور داشت که آزادی بیان و حقیقت ارزش‌هایی هستند که نباید روشون معامله بشه. او چراغی روشن کرد تو دانشگاه‌ها و میون جوان‌ها. واسه چی؟ واسه این که میدونست که سکوت در برابر تاریکی خیانت به نوره. ما هم اگر نور باشیم باید شجاعانه حقیقت مسیح رو اعلان کنیم، حتی اگه همه به ضدمون باشند. نور عزیزانم امید در تاریکیه. شاید بگی من چه کاری از دستم برمیاد، اما به یاد داشته باش حتی یه شمع کوچک هم تاریکی یه اتاق بزرگ رو میشکنه. تو خانواده‌ات، تو محیط کارت، تو جامعه‌ت شاید فکر کنی بی اثر هستی، اما کافی هستش که نور باشی. صداقت تو، محبت تو، دعای تو، شهادت تو میتونه جرقه‌ای باشه که قلب‌ها رو روشن بکنه. اینو گفتم یاد حرف مادر ترزا افتادم که میگفت شاید ما نتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم، اما میتونیم کارهای کوچک و با محبتی بزرگ انجام بدیم. همین کارهای کوچک، همین موجهای کوچک موجی بزرگ به وجود میاره. نور میراثی ماندگاره. نور خاموش نمیشه. اگر دشمنان چراغی رو بشکنند 100 شعله دیگه از همون شعله روشن میشه. چارلی کرک جونشو برای باورهاش داد، اما نوری که روشن کرد تو دل نسل‌ها روشن میمونه. و امروز من و تو وارثان همون دعوت هستیم. ایمانمون رو پنهان نکنیم. حقیقتمون رو زیر کاسه نذاریم، بلکه مثل شهری بر کوه بدرخشیم. تاریکی هرگز بر نور چیره نمیشه، ولی اگه ما سکوت کنیم تاریکی غلبه میکنه. ولی اگه بایستیم، اگه حقیقت رو اعلان کنیم، اگه در محبت عمل کنیم، اون موقع جهان اطرافمون تغییر پیدا میکنه. کشته شدن چارلی کرک باز به ما یادآور میشه که ما نور جهان هستیم. نه فردا، نه وقتی شرایط بهتر شد، امروز در بطن همین شرایط. مولانا چه خوب میگه: این چراغی است که از او نور حیات است پدید، هر کجا نور خدا هست نباشد ظلمت. به دیسیپلین فیض ادامه بدید.